ساکنان کابل میگویند کمبودی جای کار در دوره حکمرانی طالبان جوانان را به ترک وطن مجبور میکند. فعلا وضع خوب است ولی از سبب نداشتن شغل جوانان ترک کشور نموده بعضی ها به پاکستان و بعضی ها به ایران می روند. مردم بیشغل زیاد است و امید داریم که طالبان به احیای تجارت همان کمک می رسانند. بعد 40 سال جنگ و مرگ ده ها هزار نفر وضع امنیت بهبود یافته است، ولی صرف نظر از صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری های 20 سال اخیر اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی می باشد. جوانان از سبب بیکاری ترک وطن میکنند. با سر قدرت آمدن طالبان مشکل زیاد شد. مردم مجبور شده است مال و کالای خود را فروشند. هفته گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در کنفرانس بین المللی بخشیده به افغانستان گفت که بعد به سر قدرت آمدن طالبان احتمال این کشور با دشوارترین روزها مواجه شود. کشورهای کمک رسان وعده دادند که به مبلغ 1 میلیارد دلار به افغانستان یاری میرسانند.